ستاره دادی به این مسیرم. اگه دوست داری خودت تو خونه ابروهاتو میکروبلیدینگ کنی بیا بهت بگم چیکار کنی. این مداد طراحی یا مداد کنته است که میتونید از فروشگاه‌های لوازم آرایشی تهیه کنید. برای اینکه خطوط منظم و نازکی داشته باشین باید حتما نوکش کاملا تیز باشه که به وسیله این تیر میتونیم کاملا تیزش کنیم. بکن کلکشو تو میکنی حسش این حالا عین خواب موی ابرو رو لابلای ابرو رو کاملا با مداد پر میکنی.